بیشتر از 60,000 سند در مورد ستانیدن الیمنت بررسی می‌گردد. مادر و کودک تحت حمایه و غمخوری مخصوص دولت قرار دارند. پرونده جنایتی برای 1 ماه نپرداختن الیمنت. به سالانه الیمنت جدا کرده است 7 ماه گرفتن نمی‌کنه. در 9 ماه بیشتر از 9,000 اویله ها جدا شدند که اکثریت فرزندانی نابالغ دارند. زیاده از 1773 عرض شکایت‌های شهروندان در خصوص ریانیدن الیمنت وارد شده است. تغییرات در بندهای کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان. تحلیل و بررسی این موضوع در برنامه واقعیت. سرکشی از پرداخت الیمنت جزای جنایتی به حساب رفته جوابگر را به محبس میبرد. با وجود این تغییر و علاوه ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در پرداخت الیمنت جوابگری را بیشتر میکند. ضرورتی به این موضوع را آوردن مقامات قانونگذار در چیست؟ طبق معلوماتی که از وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به ما رسیده است، شکایت ها از نپرداختن الیمنت افزوده فعلا زیاده از 60,000 عدد سندهای حقوقی عاید به سرکشی از پرداخت الیمنت مورد بررسی قرار دارد. روند اجرایش سندهای سودی وابسته به رویاندن الیمنت مشکلات‌های زیادی را به وجود آورده است. از جمله نپرداختن مبلغ الیمنت از جانب قرضداران، یعنی جای کاری انیق نداشتن آنها، در مهاجرت مهنتی قرار داشتن آنها، در غایبی آنها قبول شدن سند سودی می باشد. مطابق ماده 28 قانون جمهوری تاجیکستان درباره استحصالات اجرا وابسته به پرونده های رویاندن مبلغ الیمنت نیز کوفتکو را پیش بینی کرده است نسبت قرضدار در صورت معین نبودن جای زیست قرضدار یا که بیرون از حدود جمهوری تاجیکستان قرار داشتن آن، اجراچی سود یا با عریضه ستاننده یا با پیشنهاد خود به سود عاید کوفتکو اعلان نمودن یا درخواست پیشنهاد و اگر درخواست اجراچی سود قانع گردد نسبت او به طریق به واسطه وزارت کارهای داخلی کوفتکو اعلان کرده می شود. شخصانی که دوام 3 ماه الیمنت را نمی‌پردازند طبق ماده 177 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای ادای جزا به محبس فرستاده می‌شوند یا با اجرای کارهای اصلاحی یا جریمه از محبوس شدن خود را نجات می‌دهند. ولی در تحریر بندهای کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مهلت پرداخت قرض از الیمنت برای جوابگر کردن شخصی سرکشی کننده کم کرده شده است. لایحه قانون در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تهیه و بررسی شده است. در اساس این تغییرات اگر 1 ماه الیمنت را نپردازد نسبت به شخص قرضدار پرونده جنایی باز شده حکم آن از سود وابسته می گردد. ولی لایحه قانون هنوز مورد عمل قرار نگرفته است. مطابق کودکس عالی جمهوری تاجیکستان پدر و مادر برای تامینات فرزندان عهده دارند، مسئولیت دارند و برای رشد و نموی آنها، تربیت آنها نیز مسئولیت دارند. طبق ماده 81 کودکس عالی جمهوری تاجیکستان در حالت موجود نمودن سازشنامه درباره پرداخت الیمنت تنها با طریق سودی با طریق زایل ریانیده می شود. برای یک فرزند از 4 1 حصه مزد معاش و دیگر منبع درآمد، برای 2 فرزند از 3 1 حصه مزد معاش و برای 3 فرزند و زیاده از آن 50% مزد معاش و دیگر منبع‌های درآمد ریانیده می شود. همچنین در صورت معین نمودن درآمد نامنتظم و تغییر یابنده شوهر یا زنی که نسبت آن عریضه درباره ریانیدن الیمنت پیشنهاد شده است، آن با طریق استوار از جانب سود مقرر کرده شده ریانیده می شود. مضمون شکایت زنان در سودها نشان می‌دهد که سرکشی مردان از پرداخت الیمنت بیشتر به بیکاری آنها علاقه‌مند است. ولی سرپیچی پدر از تامین فرزندان عامل‌های فرهنگی و گاهی اخلاقی نیز دارد. ما در سود ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با پرونده شناس شدیم که پدر با مقصد زیاد عذاب دادن زوجه سابقش از تامین فرزندان نابالغ خود سرپیچی کرده است. بعضی مردها در خارج از کشور قرار دارند و تفتیشات پرونده آنها برای سود و پروکراتوره
دشواری‌های بیشتر به وجود آورده است. در بررسی چنین پرونده‌ها جانب مرد در خارج از کشور قرار داشته اشتراکش را توسط شخص باورناک خود تامین نموده است. قبلا زنان نمیدونستند، اما که هنگامی که چخلی که من قید کردم مرافعه سیار یعنی تشویقات و ترغیبات از جانب سودیه ها گذرانیده شد، امروز مردم یعنی سویه دانش آنها بلند شده و به سودها با عریضه دعواگی مراجعت نمودند. در حقیقت از جانب من یک پرونده اولوی با دعوای شهروند اکابر و نسبت شوهرشون درباره ریاندن الیمنت مراجعت نمودند. قید نمودند که طول 1 سال می شود که شوهرشون برای فرزندشون کمک نمی رسونند، یعنی سهم خود را نمی گذارند. هنگامی که از جانب ما آماده سازی گذرانیده شد وابسته با پرونده مذکور، معین کرده شد که در حقیقت جوابگر طول 1 سال می شود که در فدراسیای روسیه قرار دارد و در این خصوص ما تعیینات آشکارا برای سپردن عریضه دعواگی قبول کردیم. بعد آنی که پس از 1 ماه خود جوابگر حاضر نشدند، ما شهروند آمد که راضی می باشد، یعنی حلنامه غایبانه و پرونده مذکور با ترتیب غایبانه بررسی کرده شود. از این رو از جانب ما حلنامه غایبانه قبول کرده شد و الیمنت به طریق استوار به منفیت دعواگر ریانده شد برای تربیت نگاهبین فرزند. در بررسی پرونده وابسته به جداشوی عائله ها و پرداخت الیمنت، دعواهای بی اساس زنها نیز جا داشته است. دولت عائله را همچون اساس جمعیت حفظ می نماید و مادر و کودک تحت حمایه و غمخوری مخصوص دولت قرار دارند و در همین اساس امروز حالتهای به میان آمدند و به چشم می رسند که در صورتی از تأمینات فرزند سرکشی نمودن والدان یکی از آنها به سود مراجعت می نماید. پرونده ها امروز در سود بررسی می شوند و در اکثر حالت از طرف دعواگران زنها هستند که در صورت پراکنده شدن عائله آنها، یعنی که واقعا زندگی نکردنشون و سرکشی نمودن والدین از پرداخت الیمنت، آنها مجبور می شوند برای نگاهبین فرزندان خود که البته طلبات قانونگذاری است و وظیفه پدر و مادر می باشد، به سودها با عریضه های دعواگی مراجعت نمایند. ما میدانیم که ترتیب ستاندن الیمنت طبق قانونگذاری با موافقه طرف‌ها طریق سازش پیش بینی شده است و این چنین در صورت سرکشی نمودن طریق سودی. در تجربه سودی هم طبق طلبات قانونگذاری ستاندن الیمنت با 2 طرز پیش بینی شده است، یعنی طریق حصه و طریق استوار. پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان اگر بررسی مکتوب شکایتی شهروندان جهت پرداخت نشدن الیمنت به تأخیر افتد، سببش زیاد وارد شدن مراجعت هم مضمون است. در دوام 9 ماه سپریگریده سال 2017 با مقامات پروکراتورای جمهوری زیاده از 1773 عرض و شکایت‌های شهروندان در خصوص ریانیدن الیمنت و اینچنین اجرا نشدن سندهای سودی وارد شده است. طبق مقررات عمومی چنین عرض و شکایت‌ها در دایره طلبات‌های قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعات شخصان واقعی و حقوقی و همچنین طبق مقررات کدکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان بررسی گردیده در این زمینه قرارهای داخلدار قبول کرده می شود. موافق معلومات‌های اموری که در دست ما موجود است، از نتیجه بررسی این عرض شکایت‌ها برای بدقصدانه سرکشی نمودن پدر و مادر در مورد پرداخت نکردن الیمنت با ماده 177 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در 306 حالت پرونده‌های جنایتی آغاز گردیده، بعد انجام تفتیش پیشکی آنها برای مهیتاً بررسی نمودن به سود ارسال کرده شده‌اند. خب در صورت اون که الیمنت سپارنده یعنی مبلغ نداشته باشد و الیمنت را نسپارد، حلنامه سودی چگونه اجرا کرده میشه؟ اگر شوهر یا مادری که نسبت آن عریضه دعواگی در خصوص ریانیدن الیمنت پیشنهاد شده است، اگر کاری مستقلانه یا نداشته باشد یا معاش معینی نداشته باشد، آنگاه در صورت داشتن سرچشمه درآمد دیگر یا درآمد تغییر یابنده داشتن آن الیمنت
дар шакли устувор мутобиқи моддаи 83 кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон рӯёнида мешавад. خب شما درباره الیمنت در شکل استوار گفتید این چگونه الیمنت است؟ عریضه دعواگه هنگامی که نسبت اون شهروند پیشنهاد شده است که باید از اون الیمنت ستانیده شود در یگان جا کار نمیکند یا جای کاری دائمی ندارد، معاش معین مزد معین نمیگیرد، لیکن با دیگر فعالیت صاحبکاری دیگر فعالیت مشغول است که از اون درآمد میگیرد و یگان سرچشمه درآمد دیگر دارد و عموما درآمد نامنتظم و تغییر یابنده دارد. در این مورد ماده 83 کدکس اولیای جمهوری تاجیکستان به سودها حقوق داده است که این مسئله را همه طرفه پرره بررسی نموده درآمد نامنتظم و تغییر یابنده داشتن جوابگر را معین نماید و با این وسیله مبلغ الیمن را با طریق استوار برای نگاهبینی کودک یعنی همچون الیمن رویانند. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره استحصالات اجراچی سود عهدهدار است که جهت معین نمودن وضع اموالی قرضدار یا جوابگر تمام تدبیرهای ضروری را اندیشد. برای معین نمودن وضع اموالی نامبرده چاره‌های دخلدار اندیشیده شده. در صورت معین نمودن مال و ملک ضروری آن را به حبس گیرد و به خاطر تامین اجرایش سند سودی یعنی ریانیدن مبلغ الیمن به منفعت کودک چنین اموال را با فروش گذاشته مبلغ مذکور را رویاند. بررسی مراجعت زنان برای رویانیدن الیمنت در کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شیوه دیگر دارد. در این کمیته مسئولین اول کوشش میکنند که موضوع تا سود و پروکراتوره نرود. آنها جهت حل مشکل زنان به کار مشورت دهی و هماهنگ سازی افضلیت میدهند، ولی در صورت ادامه یافتن سرپیچی الیمنت سپارنده مسئولین کمیته کار با زنان با مراجعت کننده مساعدت میکنند تا کار به واسطه سود حل خود را یابد. بیشتری زنانی که به کمیته کارگزاران عائله مراجعت میکنند بیشتری پرابلم آنها را یعنی رویاندن الیمنت از سابق شوهران آنها در بر میگیرد و بیشتر آنها به آن مسائل مراجعت میکنند که یعنی که هنگامی که از جانب سود حلنامه برآورده شده از عاید پرداخت الیمنت عاید به نگاهبینی فرزندان نابالغ و یکی از مشکلات زنان در آن میباشد که همون الیمنت دهنده در حدود جمهوری تاجیکستان قرار ندارد و آنها مشکلی میکشند در این سمت عاید الیمنت از جوابگران. مثلا برخی از زنان با مسائل گوناگون مراجعت میکنند. مثلا وقتی که آنها در نکاح رسمی قرار ندارند به طریق مسلمانی نکاح میبندند، در وقتی که آنها از همدیگر جدا میشوند در این حالت زنها نمیدونند به کجا مراجعت کنند، از حقوق خود برخوردار نیستند. یک زن به ما مراجعت نمود عاید رویاندن الیمنت برای نگاهبینی فرزندان نابالغش، یعنی آنها عقد نکاح آنها بیکار کرده نشده است لیکن شوهرش در مهاجرت مهنتی قرار دارد، یعنی که خنک نظرانه رفتار میکند در تربیت فرزندش، در تامینات فرزندان نابالغش. این زن صاحب 4 فرزند در حالتی که اگر او عریضه پیشنهاد کردگی باشد به سود عاید رویاندن الیمنت و در این حالت جوابگر حلنامه سود را اجرا نکرده باشد، در این حالت زن میتواند باز دوباره به همون سودی که وی عریضه پیشنهاد کرده است مراجعت کند، عاید همون اجرای حلنامه سود را در عمل تطبیق نکردن همون جوابگر و زن میتواند مراجعت کند و اجراتچیان سود میتواند درخواست روان کند به همون مثال به همون دولتی که همون شخص قرار دارد و در آنجا سود اجراتچیان میتواند اگر محل زیستش و جای کارش معین باشد میتواند او را دریافت نموده به طریق مجبوری از اون جوابگر الیمنت رویانند و به همون صورت حسابی که به دعواگر گشوده شده است به همون صورت حساب همون مبلغ الیمنت رو پرداخت کند. مشکلی مالانه که برای جداش تگیم الیمنت در عرضه دادن چه رسود 200 سومانی الیمنت جدا کردگی هستن 7 ماشین گرفته نمیتونیم. چند فرزند؟ 1 تا. 1 فرزند. چی مشکل است که شما گرفته نمیتونید؟ نمیدونم گوی میگه سپاری داریم بانک دا میریم نیست گپای پست بالا نرخ گم میزنن این صبح گرفته نمیشه. 2016 سود درزه داده بودم یک بار 1000 سومن سپردم با زندگی میکنم گفتم محکم کردم با دبای نمیخه این اوزی 20 ینور با برقرار کرده هستن
600 сомон гирифтем, 7 моҳи дигашо нагирифтем. маблағаш бошад, на ин ки барои фарзанд ва як падар меяй ё модар ме аз фарзандаш аз ҳамо ҳараҷоти ва зиндагиаш рӯй гардонад. خیلی ممکن بعضیشون برای جزا دادن باشد که دیگر اویلاها عبرت گرفته مثلا جدا نشوند. الیمنت دادن قرض پدر است. باید توسط الیمنت. چون فرزندش باید یگان چیز پیدا کند و همون چیز جمعیت پیش شود. ما خودمون در عائله‌مون در این مشکلی گرفتار هستیم. سرکشی میکنه از دادن همین الیمنت پولی. وقتی که مراجعت میکنیم میگه پسر من کار نمیکنه دیجا از کجا تیه مشکلی در همین است که در اینجا کار همه حالت هست. ها فرزند خواهر خودم همه خیلی در همین وای است. چه حالت داره؟ مثلا همون الیمنتش دیر میبیارن و که نصفش میبیارن. وقتی که مراجعت میکنن که برای چی نمیبیارید میگن که بچه‌مون کار نمیکنه از کجا تیه. همین مردهایی که فرزندان خود رو میپرتویند و از دادن الیمنت سرکشی میکنن اونها را مرد گفتن درست نیست، چون که ممکن نیست آدما در آرزوی فرزند هستند. ممکن است فرزند یگان بازیچه نیست، یگان عروسک دختک نیست، یگان چی نیست، او یک چیزی که او نشانی انسان است، میوه عمر انسان است. برای همین من فکر میکنم که این مردها خیلی زیاد شدن در جامعه ما، بسیار افسوس، خیلی برای آنها دلی من میسوزد. آنها ضعیف هستند. تمام تربیت و تعلیم و بزرگ شدن یک فرزند بلکه چندین فرزند رو به دوش یک زنی بیچاره وا میگذارند. شماره سندهایی که با مقصد ستانیدن الیمنت به وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان وارد شدند از سال 2011 تا به امروز افزودند. سالهای 2014 و 2015 حساب عائله‌های جدا شده که فرزندان نابالغ داشتند افزوده است. نگرید شماره سندهای 9 ماه سال 2017 قریب به 12 ماه سال 2011 برابر است. سال 2016 توسط سود زیاده از 9000 عائله ها از هم جدا شدند. اکثریت عائله های ویران شده صاحب فرزندان نابالغ هستند. طبق قانون های جمهوری تاجیکستان در صورت عائله ویرانی مردان با پرداختن الیمنت هر ماه و مبلغ های علاوگی به تأمینات فرزندان تا 18 ساله خود مسئولند.